قاعده 70 الفاظ صفات به شکل خبر را بشناسیم. ما شما گفتیم الفاظ صفات 4 قسم است. به شکل اسما و صفات، دومش به شکل مضاف و مضاف الیه، سومش به شکل جمله اسمیه و فعلیه، چهارمش به شکل خبر. این 3 قسم نیست. مثلا الله خبر داده که من دست دارم. لما خلقت بیدی، الله میگه من امیر خلق کردم با دستای خود. بعضی کسا هستن میگن ما ید استعمال نمیکنیم، میوز ید قدرت استعمال میکنیم. خب وقتی که تو میگی ید به معنای قدرت استعمال میکنی، اینجا گفته بل یداه مبسوطتان، هر دو دست الله مبسوط هستن، فراخ هستن. این چه قسم ترجمه میکنی خیلی؟ دو قدرت الله مبسوط هستن؟ بر الله دو قدرت جور کردی؟ این باز برشان مشکل پیدا میشه. از این خاطر این حال ما و شما گفته بودیم که اسماء الله و صفات الله را به شکل توقیفی میفهمیم. الله ید داره ولی داره. معنایش چی است؟ معنایش دست است. ایمان داریم ولی ایمان داریم. چرا ایمان داریم؟ به خاطر اینکه در قرآن آمده. چه قسم است؟ تشبیه نمیکنیم. مثل دست ما نیست. چه قسم است؟ کیفیت داره؟ بله کیفیت داره. شما کیفیتش میفهمین؟ نه خیر، ما کیفیتش نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ چرا مربوط غیب میشه. الله دست هم داره، ید داره و یدش در قرآن ثابت است و ید الله کیفیت هم داره، ولی ما کیفیتش نمیفهمیم. این است که کیفیت نداره. اگر بگویی بلا کیف هیچ کیفیت نداره، بازی تشبیه میشه با چی؟ با یک جسم غیر متحرک. در عقیده اینی گپای دقیق است که بسیاری کسایی که عقیده را نمیفهمن اشتباه میکنن. پس بعضی علما که میگه ید بلا کیفی الله، به معنای عزیز که یعنی ید الله که کیفیت داره و ما کیفیتش نمیفهمیم. نه به این معنی که ید الله هست کیفیت نداره. فهمیدین نه؟ پس الله در خبر داده که ید داره و همچنان الله از وجه خبر داده و یبقى وجه ربک، و باقی میمانه وجه پروردگار. یعنی وجه ما و شما اینجا اطلاق جز به اراده چی است؟ کل هست. پس اینال اینجا الله سبحانه تعالی وجه داره، اما وجه های ما و شما که از چی است؟ باقی نمیمانه. و وجه الله و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. پس الله وجه داره، وجه الله کیفیت داره، ما کیفیت آن را نمیدانیم. چرا؟ مربوط به غیب میشه. ما در غیب مداخله نمیکنیم. شما که مداخله میکنین برش کیفیتش بیان میکنین یا کیفیتش حذف میکنین یا از آیت قرآن انکار میکنین، این کار شما هست. این کار متکلمین است. متکلمین مشکلشان در این قسمت است. دیگه علم الله هست که الله خبر داده، انزله بعلمه. همچنان از قوت خود الله خبر داده. اولم یروا ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوه. الله از مشیت خود خبر داده و ما تشاءون الا ان یشاء الله. شما نمیتونین یک چیز رو بخواین مگر آنچه که الله بخواد. پس الله از مشیت خود، این صفات چی هست؟ این صفات الله هست. و السلام علیکم و رحمت الله.